خاطر این فقیر ویران نشد، او وقت رو بشین و نگاه کن. جهان رو با خاک یکسان میکنم که بدونی که بنده بودم که پشت این مملکت بودم. منم که تا حالا نگرش داشتم، بنده سعید محمدی دورکی. پروردگار 1% یعنی چه؟ اگر در این زمین که الان 8 میلیارد هرچی زندگی میکنن با گذشتگان و آیندگانشون 1 نفر، خوب توجه کنید، شیادان پدرتونه در میارن. شیادان اگر استقامت نکنم و التماس نکنم 2 اردیبهشت، پدر شیادتون همینطور که گفتم برج خلیفه در آب غرق خواهد شد. حالا تو ایران دیگه حساب چه بکن، تو اندازه برج خلیفه بلندی، کوه دماوند شاید بلند باشه ولی بقیه ایران بلند نیستی. یا توی آمریکا یا توی کاخ کرملین خونریز. از 2 اردیبهشت هم شما مصیبت‌های خود ایران ببینید، اقتصادش ببینید، دلارش ببینید. الان هم محاصره قوای شر و همونی که گفتم خداوند برای ایران گریست و خواهد گریست.